مشتقات زیر آفتاب سوزان محشر می سوزند. یا الله اگر در آن روز خواهر و مادر ما و همشیره ما در دنیا بی‌ستطیع کرده باشد، نشود که ما به همراهشان به گودال جهنم بیفتیم. ای کریم لم یزل، ای خالق بی بدل، ای منزل تورات و انجیل و القرآن ذوی المثل، ای کریما روی های سیاه ما را سفید بگردان، قلب های سنگین ما را نرم بگردان، باطنی تباه ما را آباد بگردان. یا الله خیر بریزان، یا الله فیض بریزان، یا الله بریزان. یا الله شیطان خیلی خفه است از همچی یک مجلس، شیطان را خفه کن. یا الله شیطان را به قهر و غضب بیاور، شیطان را بالای ما مظلوم و ما را بالایش حاکم بگردان. یا الله دشمنان اسلام را نابود کن. یا الله آنهایی که میخواهند چادری حجاب را و چادری حیا را و چادری شرم را از بالای همسیره های با عفت ما، با همسیره های پاک ما به بهانه های مختلف، به جنگ های سرد و گرم، به بهانه های مختلف میخواهند دور بسازند، ای خدا توفیقشان بده، در غیر آن دست هایشان را بشکن. هر چشمی که میخواهد به خواهر محجب مسلمان نگاه کند توفیقش عنایت بفرمای و چشم راهبین و دین پرور نصیبش گردان. یا الله یا کریم، اهل مجلس ما میخواهند با اهل و عیالشان اهل رحمت باشند، اهل برکت باشند، اهل مغفرت باشند، اهل دعا باشند، اهل دعوت باشند، اهل معرفت باشند، اهل حقیقت باشند، اهل عزت باشند، اهل شهامت باشند، اهل غیرت باشند. ای خدای کریم آنچه را که من تقلیداً گفتم به تحقیق تبدیل بگردان. یا الله به حرمت جوانانی که با وجود خردسندیشان اشک میریزند و برای خواهرانشان میگریند و به حرمت او ریسفیدایی که برای دخترانشان گنگره های عرش از چشمایشان پایان میگردد، به حرمت او خادر و خواهر و مادری که اشک میریزد و توبه میکنند و پشیمان میشود، به حرمت او دختر نازنینی که ستر و حجاب را مراعات کرده است و دیگران را به ستر و حجاب دعوت میکند. یا الله گناهان ما را ببخش. یا الله چشمان ما را از بی حیاها دور بگردان، گوشهای ما را دور بگردان، زبانهای ما را دور بگردان، دستها و قلبها و پاهای ما را دور بگردان. ای کریم لم یزل، عمر ما به طرف آخر رفته رایست. هر کسی آمد به دین تو خدمتی کرد و رفت، اما چندان خدمت درست کرده نتوانستیم. ای خدای کریم منان، ما بیچارگان را خادم شریعت قرای محمدی صلی الله علیه و سلم بگردان. یا الله به کوچه و بازار و سنگ و چوب ما آواز حجاب و ستر را بیرون بگردان، آواز قرآن و حدیث را سرازیر بگردان. یا الله بیرق خواهران به مادران ما را حتی در کشورهای غیر اسلامی بیرق ستر و حجابشان را بلند بگردان. یا الله به حرمت آن خواهری که توسط فرشته محجب شد، یا الله به حرمت آن خواهری که به کفنش کلمه مقدس نوشته بود، ای خدای کریم روزی که کفن به سراغ ما میرسد، تابوت به سراغ خواهر ما و ما میرسد، تابوت به سراغ زن ما و مادر ما و ما میرسد، یا الله در آن روز رویهای ما را سیاه نکنی، یا الله ما را به ایمان در آن روز نگردانی. یا الله بعضی مریضان داریم، ای خدای کریم شفا عنایت بفرمای. کدام برادر و خواهر محترم نان خوردن نداشته باشد، حلقی تشنه داشته باشد، ای خدای کریم بالایش رحم کن. بعضی انسان ها مشکلات فامیلی دارند، بعضی از خواهران طلاق شده اند، بعضی ها از همسیره ها مظلوم گردیدند، بعضی ها از طرفی بعضی شوهرایی که ناشوهرایشان رتکوب بیجا شدند. ای الله به حرمتشان محبت بیاور، به حرمتشان توفیق هدایت بفرمای. اهل ما را اهل جنت کن. یا الله روزی خواهد رسید که ما نصیب جنت شویم و به پیشانی های هر کدام ما کلمه مقدس نازنین نوشته باشد. یا الله بلاها را دفع بگردان، یا الله خیرها را بریزان، یا الله مشکلات را دور کن. یا خدای کریم سلام ما را به جناب محمد مصطفی علیه السلام برسان. ای کریم لم یزل ثواب سلام دختران ما را، سلام خواهران ما را، سلام مادران ما را، با امیدی که آواز ما را بشنوند و آواز ما را قبول فرمایند. خدایا سلامشان را به ام سلمه برسان، به عایشه برسان، به خدیجه برسان، به فاطمه برسان، به رابعه بصری و بلخی برسان، به اون دختری با صدر و با حجابی که در هر جای است برسان. یا الله ما را و اهل مجلس ما را به آتش سیاه دوزخ نسوزانی. یا الله از شفاعت بزرگ رسول الله علیه السلام ما بیچارگان را بی نصیب نسازی. یا الله آخرین قولی هر مسلمان را کلمه مقدسی لا اله الا الله محمد